طبق این پست 1 ماه حقوق سالتون رو برای بیمه عمر و بازنشستگی تصور کنید. چه مزایایی داره؟ وقتی شما 1 ماه حقوق سالتون رو برای این کار اختصاص میدید، در نهایتی که از تامین اجتماعی بازنشستگی میخواید بگیرید، از سن 50 سالگی به بعد در بیمه عمر و بازنشستگی هم بازنشستگی دارید. آیا الان با 1 حقوق بازنشستگی زندگی یک خانواده تامین میشه؟ آیا در شرایط تورمی که الان وجود داره با 1 ماه حقوق، با 1 حقوق بازنشستگی آیا یک خرج زندگی داده میشه؟ حالا حقوق بازنشستگی ممکنه از 2,200 باشه تا 8 خورده ای، ولی باز هم برای زندگی 2 الی 3 تا حقوق بازنشستگی لازم هست. پس اگر امروز شما 1 ماه حقوقتون رو بیمه عمر انجام میدید، بعد از 20-25 سال که تامین اجتماعی رو دریافت میکنید، از بیمه عمر هم حقوق بازنشستگی دریافت میکنید. حالا هر چقدر مبلغ بیمه عمرتون بیشتر باشه، حقوقی که بگیرید بیشتر خواهد بود. از قدیم گفتن هر چقدر که پول بدی همونقدر آش میخورید. بیمه عمر هم به همین شکل هستش. شما بیمه های عمر رو با مبالغ بالا انتخاب کنید تا حقوقی یا پولی که سرمایه یک جایی که برای خودتون یا فرزندتون میخواین دریافت کنید یه مبلغ قابل توجهی باشه. وقتی من مثلا ماهانه 200,000 تومان یا 100,000 تومان، این بد نیست، میام بیمه عمر انجام میدم، بیشتر یه پوشش هایی رو دارم که گارانتی برای خودم میگیرم، نه اینکه بد باشه. ولی پولی که 20 سال دیگه بخوام بگیرم مبلغش خیلی کم هستش، ولی مبالغ قابل توجه باشه، خب حقوق قابل توجه هم خواهم داشت. پس با توجه به صحبت هایی که با هم داشتیم، دایرکت منتظرتون هستم تا بر اساس حقوق ماهیانه‌ای که دارین بهترین بیمه عمر رو داشته باشید.